وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از یکی دیگر از قسمت‌های برنامه راهنمود سنت و در این قسمت با هم دیگر ان شاء الله به بحثی خواهیم پرداخت که حقیقتاً دنباله بحث‌های گذشته ما خواهد بود. همانا بحث محبت ورزیدن به غیر الله سبحانه و تعالی می باشد که آیا درست است که یک مسلمان به غیر الله متعال محبت بورزد و محبت ورزیدن به الله سبحانه و تعالی به چی معناست و یک مسلمان وقتی می گوید من الله را دوست دارم چگونه و چی علاماتی در وجود این انسان و در عملکرد این انسان وجود خواهد داشت که این انسان واقعا الله را دوست داره و به غیر الله متعال دل نبسته و محبتی که خاصه الله هست آن را برای دیگری استفاده نکرده. البته لازم میبینم که قبل از آن یک کوتاه و فشرده پیرامون محبت صحبتی داشته باشیم که محبت یعنی چی و دارای چی اقسامی می باشد و کدام محبت باید خاصه الله متعال سبحانه و تعالی باشد. محبت یعنی دوست داشتن، محبت یعنی دوست داشتن و علاقه ورزیدن به یک شی و یک شخص. این محبت و این علاقه که به نام محبت نامیده می شود می تواند که ذاتاً عبادت باشد و می تواند که در ذات خود عبادت نباشد. یعنی چی؟ یعنی این که عبادتی که محبتی که انسان را وادار کند تا انسان شیئی را و چیزی را به خاطر آن شخص و به خاطر آن کس حلال کند یا حرام کند یا ترک کند، به این نوع محبت عبادتی میگویند، محبتی که در او عبادت وجود دارد. یعنی اینکه انسان همان محبتی که به الله دارد که به خاطر الله متعال حرام را ترک می کند، حلال را حرام نمی گوید و اوامر پروردگار و دستورات الله را بدون چون و چرا اجرا می کند. آنچه را که الله گفته انجام ندی انجام نمی دهد. تسلیم محض در برابر دستورات پروردگار و در برابر منهیات الله متعال می باشد. یعنی اینکه آنچه را که الله گفته انجام می دهد و آنچه که الله گفته انجام ندی انجام نمی دهد. این محبتی است که با آن محبت عبادت می گویند، محبتی که ذاتاً عبادته، محبتی که حقیقتاً باعث می شود تا انسان از خیلی محظورات و از منهیات خودش را دور بدارد
و تلاش بکند تا اوامر و دستوراتی که برای او داده شده است آنها را اجرا کند. این نوع محبت فقط خاصه الله است و انسان مؤمن و انسان مسلمان باید این نوع محبت را فقط برای الله سبحانه و تعالی داشته باشد، نه برای کسی دیگر و نه برای شخص دیگری. ما در جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم داریم افرادی که این نوع محبت را برای شیخهای خود دارند، برای مراجع خود دارند، برای افراد دیگر دارند که برای آنها حلال میکنن قبول میکنن، برای آنها حرام میکنن قبول میکنن، برای اونها دستوری بدن اگرچه خلاف دستور خدا و پیغمبر باشه باز هم اجرا میکنن، اگر آنها را از کار منع کنن که در شریعت به آن دستور داده شده باشه و یا اینکه از موضوعی را به آنها حرام بکنن آنها قبول میکنن. این نوع محبت فقط و فقط برای الله هست و این نوع محبت عبادته. این نوع علاقه ورزیدن همانا عبادته و ما بارها و بارها در این مجموعه برنامه های راهنمود سنت عرض کردیم به خدمت شما که عبادت خاصه الله هست. آنجایی که الله میفرماید ایاک نعبد و ایاک نستعین، ای الله خاص ما تو را عبادت میکنیم و خاص از تو مدد میخواهیم. عبادت خاصه الله است. هیچ احدی در عبادت بنده مسلمان و در عبادت فرد مسلمان و شخص مسلمان نمیتواند دخل داشته باشد. فقط و فقط الله است که مورد عبادت و پرستش و نزدیکی فرد مسلمان هست. انسان مسلمان فقط با عبادت الله خودش را به الله نزدیک می کند. به فرد دیگری محبتی که خاصه الله باشد نمی ورزد. حق تحریم، حق تحلیل، حق امر، حق نهی، همه اینها را به الله متعال می دهد و افراد را در ترازوی شریعت اسلام وزن می کند که در محبت بعدی که قسم دوم از محبتی که گفتیم ذاتاً عبادت نیست، ذاتاً عبادت نیست به این معنا نه که اصلاً عبادت نیست یا کلاً عبادت نیست، ذاتاً به این معنا که این محبت در این هیکلی که وجود دارد خودش عبادت نیست، بلکه این امر دیگری، امر خارجی دیگری و شیء دیگری میآید آن را عبادت می کند، آن را محبتی می کند که در عبادت داخل میشه و دارای پاداش و ثواب خواهد بود. این نوع محبت، اولا محبتی که گفتیم ذاتاً عبادت فقط برای الله متعال هست و آن اینه که انسان در برابر الله متعال از روی محبت و علاقه‌ای که به الله داره در برابر اوامر او، در برابر نواهی او، در برابر حلال و حرام او، در برابر همه چیز سرخم میکنه و تسلیم میشه و زانو میزنه. این نوع محبت خاصه الله هست و برای هیچ احد درست نیست که انسان این نوع محبت را داشته باشد که برای او جایگاه الله را بگیرد و جایگاهی بگیرد که برای او حلال کند یا حرام کند، یا جایگاهی بگیرد که امر و دستور او نعوذ بالله مثل امر و دستور ذات اقدس الهی باشد و یا این که صفات پروردگار را نعوذ بالله بدهد برای این فرد به خاطر که او را دوست دارد. این نوع محبت مذمومه و شرکه، چون که گفتیم این محبت عبادته و درست نیست که یک انسان، یک فرد مسلمان و یک شخص مسلمان این نوع محبت را که عبادت هست آن را به غیر الله بدهد، در حالی که عبادت نباید به غیر الله متعال صرف شود. این نوع محبت دارای اقسامی است، دارای انواع خاص خودش هست که به چند نوع از آن در اینجا به خدمت شما عزیزان عرض می کنم. محبت فی الله و محبت بالله، این نوع اولش هست که حقیقتا این نوع محبت فی الله و بالله
برمیگرده به محبت اولی، یعنی به محبت الله سبحانه و تعالی که ذاتاً عبادته. چون فی الله هست، یعنی این که به خاطر الله سبحانه و تعالی است. بالله هست، به خاطر الله هست. آنچه که مثلا یک فرد صالح انسان دوست داره، پیامبر را دوست داره، اینها در واقع در تحت عبادت، در تحت محبت فی الله و بالله داخل می شود. چون فرد این شخص صالح را، پیامبر را یا اعمال صالحی را دوست دارد، به خاطر الله دوست دارد. اما محبتی که مع الله باشه، این شرکه. یعنی چی؟ یعنی این که گفتیم همان محبتی که محبت مع الله، یعنی محبت همراه خداوند. یعنی همچنان محبتی که انسان و فرد مسلمان به الله داره، همان محبت را، شبیه همان محبت را به فرد دیگری داشته باشه. به این نوع محبت میگویند محبت مع الله. اما محبت اگر فی الله و بالله باشه اشکال نداره. و حتی ما احادیث داریم که انسانی که من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استکمل الایمان یا فقد استکمل ایمانه. به این معناست که پیامبر علیه السلام میفرمایند کسی که به خاطر الله دوست داشته باشه، به خاطر الله دشمنی بکنه و به خاطر الله سبحانه و تعالی چی کار بکنه؟ این انسان چیزی را بده و چیزی را منع بکنه، ایمان این فرد کامل شده، ایمان این فرد به درجه اکمال رسیده. فردی که به خاطر الله دوستی بکنه و به خاطر الله سبحانه و تعالی دشمنی بکنه، این محبت فی الله و بالله چی وقت معلوم میشه؟ بعضی از علما میفرمایند شما فردی که ادعا میکند که من مثلا یک فرد صالحی را یا دوستش را، به عنوان مثال میگه من تو را به خاطر الله دوست دارم، میگن اگر میخواین این را امتحان بکنین و بفهمین که واقعا ای به خاطر خدا فردی را دوست داره، شما ببینین که آیا این فرد به خاطر الله دوست داره زمانی که همین دوستش عمل منکری انجام میده. اگر دیدین که محبت ای کم شد نسبت به او، بفهمین که واقعا به خاطر الله دوست داره. ولی اگر این که اون دوستش عمل منکری انجام داد، عمل زشتی انجام داد، باز هم همان محبت ماند، بدانین که دروغ میگه، ادعای بیش نیست. چون محبت فی الله و محبت بالله این است که انسان فقط به خاطر الله دوست داشته باشه. چون این انسان فرد صالحی هست، چون این انسان اعمال نیک انجام میده، او را دوست داریم. به این میگن محبت فی الله و محبت بالله. اما اگر این که عملکرد ما و رفتار ما نسبت به دوست ما بعد از این که عمل زشتی هم انجام داد فرق نکرد، این نوع محبت حقیقتا محبت فی الله و بالله نیست. در این شائبه وجود دارد و در این مشکل وجود دارد و در این نوع محبت اشکال وجود دارد که نیاز به ترمیم دارد. کسانی که خودشان را به خاطر الله متعال سبحانه و تعالی دوست می‌دارند که هر مسلمان باید برادر مسلمانش را این گونه دوست داشته باشد که الله میگه انما المؤمنون اخوة، مؤمنین با هم برادرند. در حدیث آمده که در روز قیامت الله سبحانه و تعالی صدا میکنه این المتحابون بجلاله، کجا هستند کسانی که همدیگر را به خاطر من دوست داشتند؟ و این نوع محبت مذموم نیست، بد نیست، خوبه. الله سبحانه و تعالی اونها را صدا میکنه این المتحابون بجلاله، کجایند کسانی که به خاطر من خودشان را دوست داشتند؟ و ما در حدیث مشهوری داریم که رسول الله علیه السلام میفرمایند سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. 7 گروه هستند که در روز قیامت در زیر سایه عرش پروردگار هستند که هیچ سایه جز سایه عرش پروردگار نیست. در یکی از این گروه ها و در یکی از این افراد یا این گروهی که پیامبر علیه السلام میفرمایند که 2 نفرند که و رجلان تحابا فی الله، 2 نفرند که خودشان را فقط به خاطر الله دوست دارند، فقط به خاطر الله دوست دارند، هدف دیگری ندارند. به خاطر الله جمع میشن، به خاطر الله از هم دور میشن.
این نوع محبت محبتی است محمود، محبتی است قابل ستایش، محبتی است که با آن اسلام صحه گذاشته و آن را مورد تایید قرار داده. کدام محبت؟ محبتی که فی الله و بالله باشه. و این نوع محبت گفتیم که در داخل محبت اول میشه، چون به خاطر الله، ولی حقیقتا این محبت عبادته، این محبت عبادته و انسان آن را به خاطر الله انجام میده، نه به خاطر فرد شخص دیگری، فقط به خاطر الله انجام میده. به همین واسطه رسول الله علیه السلام میگن به خاطر الله از هم دور میشن، به خاطر الله به هم نزدیک میشن. و یا اینکه پیامبر علیه السلام میفرمایند من احب لله و ابغض لله، کسی که به خاطر الله دوست داشته باشه و به خاطر الله بغض داشته باشه و کینه داشته باشه و دشمنی بکنه نسبت به یک نفر، این نوع محبت محموده و قابل ستایشه. کدام محبت؟ گفتیم که از انواع محبتی که ذاتاً عبادت نیست ولی یک شیء دیگر می آید، یک امر خارجی می آید و آن را چیکار می کند؟ آن را به عبادت تحویل می کند، به عبادت آن را تغییر می دهد. قسم اولش محبت فی الله و بالله می باشد. اقسام دیگری دارد که یک میان برنامه می بینیم، بعد از میان برنامه ان شاء الله در موردش صحبت خواهیم کرد. عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. در ادامه برنامه راهنمود سنت در خدمت شما عزیزان قرار داریم. قبل از میان برنامه پیرامون محبت صحبت می کردیم، محبتی که به غیر خداوند متعال سبحانه و تعالی باشد. گفتیم که از این انواع نوعی این است که انسان این عبادت ذاتاً عبادته که در موردش صحبت کردیم و نوع دیگر این که ذاتاً عبادت نیست. در مورد این نوع که گفتیم ذاتاً عبادت نیست، گفتیم انواع مختلفی دارد. نوع اولش اینه که فی الله و بالله باشه، ذاتاً عبادت نیست فی الله و بالله، اما مادامی که به خاطر الله سبحانه و تعالی شده بناهن وارد عبادت میشه و دارای پاداش و ثواب هست و در مورد بعضی از فضائلش کوتاه صحبت هم کردیم. نوع دیگر از این محبت، یعنی محبتی که ذاتاً عبادت نیست، محبت مهربانی و عطوفته. محبتی که از روی مهربانی و عطوفت صورت میگیره، مثل که محبت انسان برای طفل داره، مثلا برای اطفال داره، برای بچه خود داره، برای کودکان داره. این مثلا از روی مهربانی یا عطوفتی داره انسان. مثلا حتی محبتی که شخص به همسر خود داره، محبتی که انسان به همسر خود داره، یک محبتی که به هر حال از روی عطوفت و مهربانی و از روی این نیست که انسان این را عبادت بگه یا بگه که این مذمومه به خاطر که محبت لغیر الله است. نه، این محبت لغیر الله نیست، این به خاطر عبادت انجام نمیشه، مگر این که این محبت به فرزندان و این محبت به همسر باعث بر این بشه که انسان امر و نهی او را نعوذ بالله در برابر امر و نهی الله متعال قرار بده، یا این که به خاطر او اوامر و دساتیر پروردگار متعال را ترک بکنه نعوذ بالله، یا حلال و حرام را توجه نکند به خاطر او. در این صورت این محبت مذموم میشه. ولی اگر این که ذاتاً انسان محبت داره، این محبت قلبی به دست خود انسان نیست، ولی این محبت نباید چنین حالتی برای خودش بگیره که گفتیم امر و نهی دستور و نهی پروردگار را نعوذ بالله انسان ترک بکنه، نهی الله متعال را انجام بده و یا این که دستور پروردگار متعال سبحانه و تعالی را ترک بکنه. در این صورت باز این در تحت محبت لغیر الله داخل میشه، محبتی که به غیر خداوند متعال سبحانه و تعالی باشه، که بعضی از آیات قرآن کریم و احادیث پیامبر علیه السلام هم در این مورد اشاره داره که ان شاء الله در موردش صحبت خواهیم کرد. اما این محبت مهربانی و عطوفت گفتیم که اشکالی نداره. نوع دیگه از محبتی است که برای بزرگ داشتن یک فرد و برای احترام نمودن یک فرد است.
چون یک فرد بزرگیه انسان به او احترام میگیره. مثلا احترام و محبت داشتن به پدر و مادر، محبت داشتن به استاد و معلم، محبت داشتن به یک فرد که از نظر علمی یا از نظر سنی به هر حال انسان بزرگی، انسان محترمیه و صالحه، انسان به او محبت داره. این نوع محبتی است که از روی بزرگ داشتن یک فرد و از روی احترام داشتن و احترام کردن یک فرد است. این نوع محبت هم اشکال ندارد مادامی که محبت اینها باعث بر این نشه که انسان ترکی از اوامر الهی را بکنه یا انجام بده آنچه که پروردگار متعال سبحانه و تعالی به آن دستور نداده و آن را منع کرده. در این صورت باز در تحت محبت لغیر الله داخل میشه و الا اینکه این محبت در ذات خود اشکال نداره و حتی اگر اینکه این به خاطر الله صورت بگیره، هر دوی اینها، مثلا محبت به بچه، به کودک، به طفل، به فرزند خودش مثلا محبت داره، به فرزند خودش محبت داره به خاطر اینکه این فرزند را درست تربیت بکنه و این فرزند فردا حقیقتا نور چشم امت اسلامی باشه و باعث خوشحالی خودش و خوشحالی کل مسلمان ها باشه. این برایش عبادت محسوب میشه، حتی همین محبت داشتنش برایش عبادت محسوب میشه. انما الاعمال بالنیات، این قاعده کلی است که رسول الله علیه الصلاه و السلام گذاشتن. انما الاعمال بالنیات، اعمال به نیت ها ارتباط داره. اگر نیت خود را نسبت به این موضوع خیر بکنه، الله متعال هم با او عبادت گونه، یعنی به قسمی که با عبادات برخورد میکنه و پاداش میده، با او این گونه برخورد خواهد کرد. و یا اگر محبتی مثلا به اطفال داره، چون رسول الله علیه الصلاه و السلام به اطفال محبت داشتن، عطوفت داشتن، با اطفال رسول الله علیه الصلاه و السلام بازی میکردن، اونها را سر شانه های خود میکردن، با اونها شوخی میکردن، مزاح میکردن. رسول الله علیه الصلاه و السلام دوست داشتن اطفال را، کودکان را رسول الله علیه الصلاه و السلام دوست داشتن. حتی رسول الله علیه السلام به خاطر گریه یک طفل نماز را کوتاه میکردن. مثلا وقتی که زنها در مساجد می آمدن، در مسجد النبی اونجا نماز می‌خواندن با رسول الله علیه الصلاه و السلام، رسول الله علیه الصلاه و السلام صدای گریه یک طفل را که میشنیدن نماز را کوتاه می‌کردن تا مبادا این طفل به هر حال اذیت بشه، چون مادرش در حال نماز نمیتونه که به طفل خودش برسه. رسول الله علیه السلام اینقدر به اطفال محبت داشتن. انسان به اطفال محبت می‌ورزه به خاطری که رسول الله علیه الصلاه و السلام داشتن، این نوع برایش عبادت محسوب میشه. انسان مثلا با همسرش، با خانومش محبت داره، علاقه می‌ورزه برایش به خاطر اینکه از محرمات باز میمانه، به خاطر اینکه الله متعال سبحانه و تعالی گفته که شما و عاشروهن بالمعروف، پیامبر علیه الصلاه و السلام تاکید کردن در این موضوع. بنابراین عبادت برای انسان محسوب میشه. حتی شاید تعجب بکنن بعضی از بینندگان، طبقی که اصحاب پیامبر علیه الصلاه و السلام تعجب کردن از این قول پیامبر. رسول الله علیه الصلاه و السلام گفتن این که شما با همسران خود همبستری میکنید و با اونها نزدیکی میکنید از نظر جنسی، این برای شما عبادت محسوب میشه و صدقه محسوب میشه. صحابه گفتن یا رسول الله چگونه ما اشباع غرایز جنسی میکنیم و این برای ما عبادت محسوب میشه و این برای ما صدقه حساب میشه؟ رسول الله علیه الصلاه و السلام فرمودند بله، چون اگر تو مثلا با همسرت و با خانومت رابطه همبستری نداشته باشی و این رابطه را انجام ندی، این باعث بر این میشه که تو با یک زن بیگانه به هر حال چشم تو به طرف اون بره، فکر تو به طرف اون بره و نعوذ بالله عمل زشت انجام بشه. و چون انسان به خاطر عفت و به خاطر پاکدامنی با خانمش نزدیکی میکنه، این برایش عبادت محسوب میشه و این برایش صدقه هست، طبقی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این حرف را زدن. بنابراین اگر انسان نیت خودش را خیر کند، همین عملکرد عادی او به طرف عبادت میره، متحول میشه به طرف عبادت. انسان با یک عالمی، با یک انسان بزرگی از نظر علمی محبت داره به خاطری که علم داره، به خاطری که از اون استفاده میکنه، از علمش استفاده میکنه، به خاطر الله او را دوست داره، به خاطری که در قلب او قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم از جای گرفته. بنابراین این نوع محبتش برمیگرده به چی؟ برمیگرده به این که عبادت میشه و برای او عبادت محسوب میشه، برای او ثواب محسوب میشه. یا اینکه انسان با استاد خود، مثلا با استاد خود انسان محبت داره، علاقه میورزه برای استاد به خاطری که از او علم یاد گرفته.
یا انسان با پدر و مادر خود محبت داره، محبت طبیعیه، اما اگر خواسته باشه آنجا انسان به عبادت برگردانه، مثلا محبت داشته باشه به این واسطه که الله متعال گفته که شما با پدر و مادرتان نیک باشید، با پدر و مادرتان محبت بورزید، احترام آنها را بکنید. پس بناهن مادامی که انسان لباس انجام اوامر پروردگار متعال سبحانه و تعالی و اوامر شریعت را در این عمل خود و در این محبت عادی خود داخل بکنه، به عبادت محسوب میشه و برای او ثواب پنداشته خواهد شد. محبت طبیعی نوع چهارم از این انواعی که محبتی که ذاتاً حقیقتاً محبت عبادت نیست. محبت طبیعی مثلا محبت داشتن به طعام، محبت داشتن به خانه، محبت داشتن به لباس، محبت داشتن به خوردن و آشامیدن، محبت داشتن مثلا به ماشین و محبت داشتن به وسایل سواری و محبت داشتن به دکان و محبت داشتن به پول و به امثال اینها چیزهای طبیعیه و انسان به اینها محبت می‌ورزه، اینها را دوست داره، علاقه داره به اینها. هر انسانی به خانه علاقه داره که خانه‌ای داشته باشه آرام بگیره داخل آن. هر انسان علاقه داره که وسیله سواری داشته باشه تا اینکه آرام باشه، راحت باشه. هر انسانی علاقه داره که به هر حال غذای خوبی بخوره، غذای خوبی داشته باشه و شریعت با اینها مخالفتی نداره. یک عده آمدن در این مورد افراط کردن، نعوذ بالله، فکر میکنن اینها خلاف زهده، خلاف تقوا هست که انسان وسیله سواری داشته باشه، خانه خوبی داشته باشه، غذای خوبی بخوره. نه، اینها خلاف تقوا نیست، خلاف زهد نیست. زهد اینه که انسان به اینها دل نبنده. زهد و تقوای واقعی که شریعت آمده گفته، نه اینکه یک عده دجال آمده باشن برای خودشان یک فقه خاص تشکیل داده باشن و گفته باشن زهد یعنی که شما از دنیا کنارگیری بکنید. اسلام با اینها مشکل نداره. انسان میتونه با اینها علاقه داشته باشه به شرط اینکه اینها باعث بر این نشه که انسان را از الله دور بکنه، انسان را از یاد آخرت دور بکنه، وسیله اینها نشه. حتی همین وسیله سواری شما میتونه برای شما عبادت محسوب بشه. ماشینی که دارین میتونین همین ماشین سواریتان را به عبادت داخل کنید. چگونه؟ شما مثلا ماشین را سوار میشید، اولا شکر الله را میکنید، دعای سنت را میخوانید، بعد قصد میکنید مثلا بروید به یک مکان خیری، برید یک مسجد نماز بخوانید، مسجد جامعی بروید، نماز جمعه بخوانید. همین قدم های شما و همین حرکت شما برای شما عبادت محسوب میشه. این وسیله را سوار میشید تا ای که بتونید به کارهای خیر و به کارهای نیکتان زودتر برسید. این برای شما عبادت محسوب میشه. لباسی که میپوشید میتونید آن را شما داخل عبادت کنید، چون انما الاعمال بالنیات. غذایی که میخورید به خاطر مثلا لباس را برای ستر عورت، مثلا شما میتونید که غذایی که میخورین به خاطر اینکه قوت بگیرین و نشاط پیدا بکنین در عبادت پروردگار متعال، این برای شما عبادت محسوب میشه. اگرچه محبتی است که به هر حال اینها طبیعیه، چیزای عادیه، انسان کافر و انسان مسلمان به اینها علاقه داره، ولی خصوصیت مسلمان و ویژگی مسلمان در این است که اینها را میتونه داخل بکنه در ثواب و در پاداش الهی و الله متعال آن را برای او ثواب بدهد و پاداش بدهد. به هر حال بینندگان عزیز و گرامی، این کوتاه و فشرده‌ای بود در مورد انواع محبتی که ذاتاً محبت نیست. مسائل دیگری ارتباط به محبت میگیره که ان شاء الله اگر پروردگار متعال به ما توفیق بده در برنامه آینده با آن اشاره خواهیم کرد و به صورت تفصیل در مورد آنها هم صحبت خواهیم کرد. در این قسمت از برنامه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم تا برنامه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.